با یک جهان مهر، محبت، صمیمیت و اخلاص به این وطن و به این آب و این خاک و این دیار، به هنرمندان اصیل این سرزمین، به ترانه‌های ماندگار آن درود می‌فرستیم به هر کدام شما دوستان ارجمند ما. هنرمندی که نتوانست عمری دراز ببیند ولی توانست با همین عمر کوتاه خود در تاریخ صنعت ملت تاجیک نقش سزاواری گذارد. امروز ما یاد می‌آوریم از ترانه‌های ماندگار استاد شادروان، هنرمندی شایسته تاجیکستان، کرامت الله قربان. زیادند دوستداران ترانه‌های این هنرمندی محبوب و یکی از این دوستداران ترانه‌های کرامت الله قربان شاگردی وفاداری آن کس و بگوییم پیرو مکتب کرامت الله قربان رو ما به استودیو دعوت کردیم. این کس پرویز پولادی. تشکر که از استاد من، از استاد کرامت الله قربان این لحظه یاد میکنید و واقعا هم گفتنی ها زیاد است و چون پیش از اون که برنامه آغاز شد من براتون گفتم که وقتی که نزدیک خانه رادیو قدم نهادم یک فضایی که در همون زمانهایی که استاد کرامت الله قربان زنده بودند و در خانه رادیو در ارکستر استودیو گلشن فعالیت می‌کردم، همین گونه یک فضا دامنگیر این بنا بود. استاد بسیار خوش شخشک و خوش صحبت بودن و مثل که همون زنبور میتواند که یک چیزی شهد را بچیند و مردم در اطراف کرامت الله همه خیلی جمع میشدن و صحبت می‌آوردند و چه کیفیت داشت روزها. چرا این مکتب اینقدر محبوبیت پیدا کرد با فکر شما؟ بسیاری عقیده برام بودن که گویا که استاد کرامت الله بیشتر تاکید به سمت هندوستان می‌کرد و دیگر ولی بعد آشکارا گفت زدیم فارس‌ها بیش از 700 سال در هندوستان ملک حاکم بودن، حکمران بودن و تأثیر زبان دولتی نیست، اون زبان فارسی. یعنی که تأثیر به زبان هندی رسیده است، چون ما وقتی که سرود هندی رو میشنیم قریب که 90% کلمه‌هاش رو میفهمیم. بله 90 تا 60% میفهمیم. دل، دریا، دنیا، محبت، عشق، همه چی، همین هر چیزی که هست همون کلمه‌های فارسی است. و شما ببینید که اگر تأثیر با زبان رسیده باشه آیا با موسیقی نرسیده است؟ بله. پس کرامت الله بود همون کوپریتی که اون چیزی که از ما بود دور بود ولی از ما دور بود و ما پس می آورد. از اولین شناسایی های شما با کرامت الله قربان یاد من اصلا این سالهای 82 بود، من در صنف 4 میخوندم، در مکتب 4 میخوندم و در دهه ما دهه قلعه حصار اونجا طرفخانه زیبایی بود با نام طرفخانه قلعه حصار. اون طرفخانه خاله هم هست ولی طرحش دیگر شد، ولی اون طرح پیشینه‌ای که داشت خیلی زیبا و دلانگیز بود و بسیار برنامه‌های تلویزیونی در اونجا بنوار گرفته می‌شد. و یک روز من از درس میبرم یک صدای زیبای مرا کشید به سوی همون طرفخانه. نوار برداری میشد، یعنی که نوار برداری برنامه تلویزیونی انسامبل سازی آوازی سرودم و اونجا استاد کرامت الله قربان سرودخوانی میکردن و ما یک بار دو بار توسط تلویزیون علاقه دیده بودیم و چون بچهای زیاد اونجا ما بودیم یک 3-4 نفر و شما علاقه میبینید که من از اون بچگی من خیلی بزرگتر هستم بین همسالانم و راست دیگه کمتر به ثبت خلل وارد کرد. لحظه تنفس شد وقتی خوراک چاشت بود نصف روزی، اونا می نشستن طعام میخوردن و ما از پس همون دیوارچه چایخانه باز هم کرامت الله بود صدا کردیم خود رو پنهان میکردیم. آخر بعد استاد خسته شد، ای بچه اینجا بیا. گفتم نه نمیرم، میزنی نمیزنم گو اینجا بیا. بعد خیلی خودم در بین دیگر رو جسور گرفتم و رفتم. بعد سلام علیک کردم و دست داده گفت چی نام داری؟ گفتم پرویز. گفت دارنده چنین نام زیبا باید آدابش هم زیبا باشه. و اولین درس آداب بود من از کرامت الله گرفتم. و خانه مدنی در کلوب اون وقت نداشتیم که بالا پوشیده نبود، کلوب تابستانه بود. و در همونجا استاد کرامت الله قربان با انسامبل سغدیان برنامه نمایش میدادن، کنسرت بود و یک شاخ چنار همیخیل از دیوار گذشته پیش صحنه رفته بودن. همون شاخ چنار را مسئولین اول خواستن که برن و کم بریده بودن ولی باز کدام میگفتن که به خاطر سایه بالای سری آوازخوان سایه باشد بگذار همین شاخ باشه، گفته باز از بریدن دست کشیدن و ما در بالای همون شاخ می نشستیم. یک پسر بچه که کمتر چاق بود فربهک من پیشتر شدم، منم برابر اوای من پیشتر شدم که استاد کرامت الله قربان سرودی خوش آمدی ای دل ستان ای مشتری آسمان رو می‌سراییدم که آخر اگر کسی نداره من یادوار میشم. خوش آمدی ای دل ستان ای مشتری آسمان بر چشم من کن آشنا
دیگر مرا دیگر مرا ای مشتری آسمان در چشم من کن آشنا دیگر مرا دیگر مرا خوش آمدی من سرودا میخوندم. بعد اما شاخ که کمک بریده شده بود تاب ناورد و شکست و من آمدم با روی صحنه افتیدم و پیش پای کرام‌الله قربان یک لحظه موسیقی استاپ شد، یعنی که من شد همه اطراف من چی گپ شد، چی آدمو بعضی خیسان کنه بچه زنده است یعنی استاد یک ما از جام خیسان تمام وقتی میشمونم استاد کرام‌الله قربان گفت انا مشتری از عثمان افتید. وقتی که من نام مگیری تمام آوردم برای استاد بسیار جالب بود. بچه گفت سرود نخونی؟ من بله استاد اگر اجازه باشه ما کردنش مگیری تمام بسیار خوشحال و وقتی من برام اومدم تمام سرودایی که میخوندم از رپرتوار کرام‌الله قربان. بعد گفتن که فرجام گفتم ما در کلوب 6 رقم 6 در 46 میکرورایون اما کافه بخت است اگر کنی همونجا بیا گفت ما همونجا مشق میکردیم بیا با ما همراه شد. و دیگر ما هر روز از قلعه صبح با همونجا می اومدم هر با صبح کم و بیش با کنسرت و تو محفل ها هر جا می رفتیم با سه از اونها برای خود چیزی می اومد. بهار آمد زی عمرم باز یک سال دیگر بگذشت تمام زندگی از پیش نظر بگذشت از پیش نظر بگذشت مثلی گوشت و ناخن همیشه با وطن بودم اگر چی نیستی عمری به ترینم در سفر بگذشت در سفر بگذشت. وقتی که کرام‌الله قربان در حیات بودند شما همکاری داشتید، شما کوشش نکردید که همراه با هم یگان سرود سرای؟ ما یک سرود آماده کردیم. خب یک سرود آماده کردیم با من و برادر کرام‌الله قربان محمدالله قربان و شیرمون نهالوا اینا مشق کرده بودیم تا یاددار میشم کدام سرود بود. زندگی با آشنایی و جدایی بگذرد هم خدایی بگذرد هم به خدایی بگذرد. باید که در همین سرود باید منم میخوندم و همون لحظه که باید میرسه وقتی شما نگاه که هر کسی بیفروخت ما رو من ندارم شده با باید صدای من به بهایی بگذرد ارزان بهایی بگذرد. همین لحظه وقتی صدای من که باید میگم بله یک ماشین هزوم آوردن چون ما در قشلاق زندگی میکنم مردم قشلاق فقط همین یک پرابلم داره گاو و مال و همین هزوم و دیگر و راست گپ همین بابام نموندن گفتن همین هزوم آمایده میکنی بعد میروی و از کجا میدوند که خانه رادیو این روزی ساعتی مخصوص برای ثبت و روزی پنجشنبه روزی ارکستر استرادی گلشن بود و اونا باید که همیشه هر پنجشنبه یک چیز ثبت کردن نتیجه پیشنهاد میکردن